اگر اطفال زیر 5 ساله داری توجه کن. اطفال زیر 30 ساله اجازه دیدن تلویزیون، استفاده از کامپیوتر و استفاده از تلفن را اصلا ندارند. اطفال از 3 ساله تا 5 ساله فقط نیم ساعت اجازه دارند که در حضور پدر و مادرشان از اسکرین استفاده کنند. اگر اطفال زیر 5 ساله از اسکرین استفاده کنند 3 اتفاق میتونه که بیفته. 1. قوه تمرکز، توجه و یادگیری را از دست میدن. 2. همدلی و درک را از دست میدن و علایم خشم، قهر و خوشحالی را در چهره دیگران خوانده نمیتونن که این باعث میشه که در روابط اجتماعیشان مشکلات به وجود بیاید. 3. کنترل احساسات و هیجاناتشان را از دست میدهند که به این دلیل خشم، قهر و خوشحالی خودشان را بی سر حد نشان میدن.